سلام، امیدوارم خوب باشین. من سیامک درفشی هستم. چند روزی از سفر 40 روزم به کشورهای تاجیکستان و ازبکستان میگذره. موضوع این ویدیو درباره رفتن از کشور تاجیکستان به ازبکستان به صورت زمینیه. یکی از متداول ترین مسیرهایی که به شکل زمینی از تاجیکستان میشه وارد ازبکستان شد شهر پنجکنده توی غرب کشور تاجیکستان و از اونجا میتونین وارد کشور ازبکستان بشین به صورت زمینی و نزدیکترین شهر توی کشور ازبکستان شهر سمرقنده که دومین شهر بزرگ این کشور هم به حساب میاد. اگه شما مثلا توی شهر دوشنبه باشین بخواین به پنجکند برین، میتونین توی شمال شهر دوشنبه یه سری تاکسی‌های در واقع ترمینال تاکسی اونجا که میتونین از اونجا به شهر پنجکند برین و بعدش به شکل زمینی از اونجا به کشور ازبکستان وارد بشین. چند تا نکته فقط وجود داره. اینکه خب همونطور که میدونیم در حال حاضر توی بهار سال 1404 کشور تاجیکستان نیاز به گرفتن ویزا نداره، اما کشور ازبکستان نیاز به گرفتن ویزا داره و خب شما میبایستی که قبل از سفرتون ویزاتون رو بگیرین. در واقع احتمالاً به دو تا حالت کلی میشه طبقه بندی کرد. یا شما در قالب تور دارین این سفر رو میرین که خب اون تور و اون مجموعه این کار رو براتون انجام میدن، یا اینکه شما به شکل شخصی و گروهی خودتون دارین سفر میکنین که تو این حالت در واقع خودتون باید اقدام بکنین. برای گرفتن ویزای ازبکستان من یه ویدیو دیگه گرفتم که اونجا 3 تا حالتی که میشه این ویزا رو درخواست داد در واقع اونجا گفتم که ساده ترین حالتش به شکل ویزای الکترونیک یا ای ویزا که من هم به همین شکل اقدام کردم براش و گرفتم که نیاز به در واقع مراجعه حضوری نداره و به شکل الکترونیک میتونین ویزاتون رو بگیرین. توی شهر پنجکند، توی بازار شهر پنجکند بهتره که شما پولتون رو چنج کنین و پول ازبکستانی در واقع دریافت کنین که واحد پولشون سوم هست. چرا که اینجا نرخ چنجش بهتر از نرخ چنجیه که توی مرز اتفاق میفته و اگر که شما سوم داشته باشین خب خیلی راحت‌تر میتونین با تاکسی‌های توی مرز گفتگو بکنین، چون خب همونطوری که میدونین تاکسی ها میتونن که خیلی سلیقه‌ای رفتار بکنن با توریستا و بهتره که شما در واقع سوم داشته باشین، اینطوری راحت‌تر میتونین باشون گفتگو کنین. چیزی که یادمه از شهر پنجکند، کنار بازار شهر پنجکند تاکسی های اشتراکی وجود دارن که از اونجا میتونین به مرز برین، یعنی کلی هم توریست و همینطور افراد بومی شهر از اونجا به همین شکل در واقع به مرز میرن و اگه اشتباه نکنم 20 سامانی من دادم برای در واقع یک نفر و اون تاکسی هم اشتراکی هم دیگه چند نفر مسافر دیگه هم میگیره و میتونیم بریم مرز. حدودا نیم ساعت 40 دقیقه فاصله داره از شهر پنجکند و بعد توی مرز پنجکند اول مهر خروج کشور تاجیکستان میخوره و بعد از چند تا گیت که حدوداً نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه وارد کشور ازبکستان میشین و اونجا من با چند تا از تاکسی هایی که خب نرخ‌های متفاوتی میدادن در آخر بار یکیشون 40,000 سوم باهاش صحبت کردم که در واقع به شهر سمرقند برسونه. تاکسی اشتراکی بود و چند نفر دیگه هم مسافر داشت. اونجا من میدیدم که ون هم وجود داشت ولی خب برای افراد بومی بود بیشتر، چرا که اونا وسیله خیلی نداشتن، ولی برای توریست که احتمالا مثلا حداقل یک کوله داشته باشه، یک کوله نسبتا بزرگ داشته باشه، خب شاید در واقع شدنی نباشه. و اینکه توی مرز هم بهتره که سیم کارت نخرین، برین توی شهر سمرقند تهیه بکنین. امیدوارم که این اطلاعات براتون مفید بوده باشه. هر جا هستین شاد باشین.